و نامزد علم در دایره سلسله برنامه‌هایی که وابسته به موضوع تروریسم و اکستریمیسم رادیو وطن پخش میکنند هفته یک مرتبه. و استاد بسیار خوب ذکر کردید شما بابت نمون هر یک سببی بگویم پیشگیری همین گونه گرویدن جوانان به این گناه حزب حرکت افراطی و باز چه چیزهایی میتوانند سبب باشند به پیش گرفتن پیشراهی چنین عملها؟ این چنین مسئولیت احساس نمودن پدران و مادران هر وقت که تربیه فرزند رو زیر نظارت میگیرند ما میبینیم که گمراه نمیشوند و با گروه های افراطی و ارتجاعی نمیپیوندند، فکرهای آنها رو از خود نمیگیرند. وقتی که پدر و مادر فرزند خود را از تربیت که دور ماند اهمیت نداد، احتمال دارد با گمراهی رو دست به جنایت زند، به عملهای زند که عاقبت خوب ندارد. و در از قدیم الایام تا این جانب علمون گفتند در کتاب‌های خود، در اثرهای خود که نقش پدر و مادر در تربیه و تعلیم فرزند نهایت بزرگ است و مدرسه یا که مکتبی اولین و آخرین مهمترین فرزند این عائله است، محیط خاندان است. زیرا اگر فرزندان ما چند ساعتی معین در مکتب‌ها باشند، در مؤسسه های تعلیمی باشند، دیگری وقت در کجا هستند؟ در خانه هستند و میتوانند از آداب، از اخلاق، از گفته‌های پدر و مادر درسی عبرت گیرند. این چنین خوشبختانه در دوران استقلالیت در کشور ما قانون جمهوری توسعه درباره تربیه کودک قبول گردید در تحریر نو. این هم یک تکان جدی بخشید برای اهمیت دادن والدین، پدر و مادر نسبت به تعلیم و تربیه فرزند خود.